کل قضیه اینه. تو شکست نمیخوری چون دنیا ناعادلانه است، که البته هست. تو شکست میخوری چون منتظری دنیا خودش رو به طرز معجزه آسایی با حال و هوای تو تنظیم کنه، ولی دنیا کار خودشو میکنه. این تویی که باید خودت و اطرافت رو با هدفهات هماهنگ کنی و برای هماهنگ کردن خودت باید از مهمترین چیزت شروع کنیم: زمان. قبل از هر چیزی باید بفهمی وقت ندارم یه دروغه. بذار ثابتش کنم. دیروز چند ساعت تو اینستا چرخیدی؟ چند قسمت از اون سریال تکراری رو دیدی؟ چقدر وقت گذاشتی روی فکر کردن به اینکه چقدر وقت نداری؟ دیدی؟ بیا یه حساب سرانگشتی کنیم. تو 24 ساعت وقت داری. فرض کنیم 8 ساعتش رو میخوابی اگه خوش شانس باشی. 8 ساعت هم سر کار یا دانشگاهی. 2 ساعت هم صرف غذا خوردن و کارهای روزمره میکنی. اینجوری هنوز 6 ساعت وقت اضافه میاری. حالا از خودت بپرس: من با این 6 ساعت دارم چی کار میکنم؟ اگه نتونی سری جواب بدی مشکل تو پیدا کردی.